داستان‌های شاهنامه. به دنیا آمدن زال. در زمان پادشاهی منوچهر پهلوانی بود به نام سام نریمان. وی دلاوری بی همتا بود. از تنها چیزی که رنج می برد نداشتن فرزند بود. شب و روز به درگاه خداوند راز و نیاز می کرد و از خدا می خواست که به او فرزندی بدهد. ماه‌ها گذشت تا اینکه سرانجام همسرش باردار شد و بعد از 9 ماه انتظار همسر سام پسری به دنیا آورد که نامش را زال گذاشتند. این پسر بسیار زیبا و خوش صورت بود، اما تنها عیبی که داشت این بود که تمام موی تنش سفید بود. وقتی مادر زال چنین چیزی دید تا 1 هفته به سام چیزی نگفت، چون جرأت گفتن این موضوع را نداشت و بسیار می ترسید. خلاصه بعد از 1 هفته سکوت دایه زال تصمیم گرفت که موضوع را به سام بگوید. پس به نزد سام رفت و به او گفت: ای پهلوان، همسر تو پسری به دنیا آورده که بسیار زیبا و تندرست و سالم است و هیچ عیب و نقصی در اندام او نمی‌بینی. تنها چیزی که هست این که تمام موی او از موی سر گرفته تا ابرو و مژه همه مانند برف سفید است. اما تو ناراحت نباش و ناسپاسی نکن و غمگین نشو. سام چون چنین سخنانی را از دایه فرزندش شنید، ترس تمام وجودش را احاطه کرد. پس از جایش برخاست و سراسیمه به نزد کودکش شتافت. وقتی به نزد فرزندش رسید و او را با موی سفید دید، سر به آسمان بلند کرد و فریاد کشید: ای برتر از کژی و کاستی، آیا من گناهی بزرگ مرتکب شدم؟ یا گول شیطان را خوردم و به شیطان گرویدم که مرا چنین مجازات کردی؟ اگر از من بپرسند که چرا این گونه به دنیا آمده، چه بگویم؟ آیا این بچه من است یا بچه دیو است؟ پلنگ دورنگ است یا پری است؟ سام بعد از گفتن چنین سخنان مدتی به فکر فرو رفت تا اینکه فکر چاره‌ای کند. بعد از مدتی به این نتیجه رسید. پس گفت که فرزندش را بردارند و دور از چشم مردم به جایی ببرند. پس نزدیکان سام فرزند را به ناچار برداشته و راهی کوه البرز شدند. در کوه البرز سیمرغی لانه داشت. وقتی که نزدیکان سام زال را در کوه البرز گذاشتند و رفتند، زال که کودک شیرخواره‌ای بیش نبود احساس گرسنگی کرد و با مکیدن انگشت خود توانست گرسنگی خود را تسکین بخشد، اما مداوم شیون و زاری می کرد، چون هوا سرد بود و کودک نیز گرسنه بود. در طرفی دیگر سیمرغ برای پیدا کردن خوراکی برای فرزندانش شروع به پرواز کرد و چرخی زد تا اینکه چشم تیزش به زال افتاده. به نزد زال آمد و او را به چنگ گرفت و به نزد بچه هایش برد. اما خداوند چنان مهر زال را در دل سیمرغ نهاد که از خوردن کودک ابا کرد و آن را همبازی بچه هایش قرار داد و سیمرغ دید که جوجه هایش از وجود کودک چنان شاد و خوشحال هستند که با دیدن کودک شروع به بازی کردند. سیمرغ بسیار متعجب شد از اینکه جوجه هایش چطور علاقمند به زال شدند. ماه‌ها و سالها گذشت و سیمرغ مانند مادری از زال پرستاری و مراقبت می کرد و از آنچه که سیمرغ برای جوجه هایش از شکار می آورد زال نیز می خورد. خلاصه زال کم کم نزد سیمرغ پرورش یافت و بزرگ شد تا جایی که به مانند پهلوانی دلیر و نیرومند شد. اما همیشه غم فراق پدر و مادرش را در دل نگه می داشت و چون از سیمرغ شنیده بود که چطور او را تنها در کوه رها کرده بودند، بسیار غمگین و افسرده می شد. خلاصه زال وقتی که بزرگ شد، چون در دامن طبیعت پرورش یافته بود، جوانی بسیار قوی و نترس شده بود، به طوری که آوازه و شهرت او تمام ایران را فرا گرفته بود و همه جا صحبت از این جوان نیرومند که در نزد سیمرغ زندگی می کند بود. در خواب دیدن سام فرزندش زال را.
شبی از شبها سام در خواب دید که یک مردی سوار بر اسب تازی شده از کشور هندوستان به نزد او می آید. وقتی که به نزد او رسید به سام مژده زنده بودن فرزندش را داد. سام سراسیمه از خواب بلند شد و موبدان و خوابگزاران را فرا خواند و از آنان تعبیر خوابش را خواست. آنگاه موبدان گفتند که فرزندش زنده است. پس هر کس که در آنجا بود از پیر و جوان همه زبان به نکوهش سام پرداختند و گفتند کسی نباید در برابر یزدان ناسپاسی کند. اگر توجه کنید میبینید که از ماهی دریا و نهنگ گرفته تا شیر و پلنگ همه بچه هایشان را پرورش میدهند، اما تو فرزند بیگناهت را از خودت دور کردی. آری، موی سپید داشتن ننگ و عار نیست و داشتن تنی روشن و پاک نیز ننگ نیست. اکنون نگاه کن که فرزندت زنده است، چون خداوند هر کس را که بخواهد زنده نگه می دارد و از سرما و گرما در امان خواهند بود. حال از خداوند به خاطر ناسپاسی که کرده ای پوزش و مغفرت بطلب. پس سام تصمیم گرفت که روز بعد به کوه البرز، جایی که فرزندش را در آنجا گذاشته بود، برود. پس شب فرا رسید و خواب به سراغ سام آمد. دوباره خواب دید که در بالای کوه هند پرچمی افراشته شده که در زیر این پرچم جوانی بسیار زیبا ایستاده و پشت سر این جوان سپاهی عظیم صف کشیده و همچنین در قسمت چپ این جوان موبدی و در قسمت راست او خردمندی نامور ایستاده است و در همین لحظه دید که یکی از این دو جوان به طرفش آمد در حالی که خشمگین و عصبانی بود. گفت: ای مرد بیباک و ناپاک رای، ای کسی که از شرم خدا دل و دیدت را شسته ای، تو به اندازه یک مرغ هم دلت در حق فرزندت نسوخت و مهر به اون نورزیدی. داشتن موی سفید که ننگ و عار نیست، تو پسرت را از خودت راندی، در حالی که خداوند مهربانتر از یک دایه در بالای سرش بود و او را پرورش داد. پس بسیار از این کاری که کردی شرمنده باش. سام از خواب پرید، دوباره خردمندان و خوابگزاران را فرا خواند. وقتی که تعبیر خوابش را کردند، او را به باد سرزنش گرفتند. سام از کرده خیش بسیار پشیمان شد. پس نزدیکان خود را فرا خواند تا راهی کوه البرز شوند. وقتی که به کوه البرز رسیدند، کوه البرز را کوهی بسیار بلند دیدند با قله‌ای مرتفع که بالا رفتن از آن محال بود. این بود که سام اندوهگین شد. پس زانو زد بر روی زمین و دست نیایش به درگاه خداوند بلند کرد و گفت: ای پروردگار، من برای پوزش و عذرخواهی به جانب تو آمدم. اگر این کودک فرزند من است و نه از نژاد شیطان و اهریمن است، مرا در بالا رفتن از این کوه یاری بده و دستگیری کن و مرا که وجودم پر از گناه است بپذیر و درهای رحمتت را بر من بگشا و پسرم را به من بازگردان. چون سام دلش سوخت، پس توبه‌اش در نزد خداوند پذیرفته شد. در همین هنگام سیمرغ از بالای کوه سام را با نزدیکانش دید. پس پنداشت که سام به دنبال فرزندش آمده. پس سیمرغ پرواز کنان به سوی آشیانه‌اش پرواز کرد. وقتی که به آشیانه‌اش رسید، به نزد زال رفت و به زال گفت: ای فرزندم، ای کسی که من تو را پرورش دادم و بزرگ کردم، اکنون پدرت در پایین کوه است، به دنبال تو آمده است. اکنون بیا در پشت من بنشین تا تو را به نزد او ببرم، چون هرچه که به تو بدی کرده باشد باز پدرت است و معلوم است که از کرده خود پشیمان است. زال اشک در چشمانش جمع شد و اندوهگین شد. زال اگرچه مردم را ندیده بود، اما سخن گفتن را از سیمرغ فرا گرفته بود. این بود که در جواب سیمرغ گفت: تو مرا بزرگ کردی و پرورش دادی. من به تو عادت کردم و از تو بسیار سپاسگزارم. چگونه از تو جدا شوم و به نزد پدری بروم که مرا از خود رانده و ترک کرده؟ سیمرغ بعد از پند و موعظه بسیار به زال، او را راضی کرد که به نزد پدرش برود.
و آنگاه پری از پرهایش را کند و به زال داد و گفت موقع احتیاج و سختی این پر را آتش بزن. من خود را به تو خواهم رساند و تو را به اینجا خواهم آورد و مرا فراموش نکن، زیرا مهر تو در دل من جای گرفته است. پس سیمرغ زال را بر بال خود نشاند و به سوی پایین کوه پرواز کرد. پدر زال هنوز مشغول راز و نیاز به درگاه الهی بود تا چشمش به زال افتاد. زبان به التماس گشود و گفت ای پسرم، آرام باش و از گذشته یاد مکن. من پست‌ترین بنده خدا هستم، از کار خود بسیار پشیمانم و از این به بعد سوگند میخورم که هرچه تو بخواهی همان کنم. ای پدر، ندامت و پشیمانی تو را پذیرفتم و تو را بخشیدم. آنگاه قبای زیبایی را آوردند و بر تن زال کردند و راهی شهر شدند، در حالی که همه اشک شوق می‌ریختند و خوشحال بودند. سفر رفتن زال. بعد از آن که زال به شهر آمد، همه مردم از وجود زال جشنی بزرگ برپا کردند و بسیار خوشحال شدند. زال هم چون در نزد سیمرغ بزرگ شده بود و با طبیعت خو گرفته بود و از فرهنگ مردمی چیزی نمیدانست، بنا به سفارش پدرش سام به تیراندازی و فنونها و هنرهای مختلف پرداخت و چیزهای بسیاری آموخت. یک روز خبر برای سام آوردند که دشمنان از طرف گرگساران حمله کردند و رو به سوی ایران می آیند. پس سام باید می رفت و از زال چند روزی جدا می شد. بلافاصله نزدیکان را فرا خواند و گفت من این پسرم را به نزد شما می گذارم که همتای جان من است. از او مراقبت کنید. او را به شما می سپارم که هنرهای مختلف را به او بیاموزید و بدانید که او تنها یادگار من است. پس آگاه باشید، او را گرامی بدارید و پند و نصیحتش کنید. پس از اینکه سام نزدیکان خود را سفارش کرد و آنان نیز پذیرفتند آنچه را که سام گفته انجام بدهند، به نزد زال رفت و رو کرد به زال و گفت ای پسر، من اکنون میخواهم به گرگساران بروم و مجبورم که از تو دور باشم. تو هم اینجا بمان و سروری زابلستان را بکن و تمام جهان به زیر فرمان توست و دل دوستان و اطرافیان همه به وجود تو شاد می شود. همچنین کلید در گنج ها همه در اختیار توست و من می روم، اما دلم پیش توست. اما اگر دلت تنگ شد به نخجیرگاه کابلستان برو و تفرج کن و از همنشینی و مصاحبت با افراد نادان بپرهیز که فرد نادان آیین و روشی ندارد و دشمن دانا بهتر از دوست نادان است. تو تنها یادگار منی، در هر کاری و فرمانی یار و یاور من هستی. پس از آموختن هر دانشی دریغ مکن. سام بعد از اینکه زال را موعظه کرد برخاست. در همین لحظه صدای کوس و طبل و نای بلند شد. تمام لشکریان و جنگجویان آماده حرکت بودند. زال هم با پدرش یکی دو منزل رفت، اما پدرش در بین راه او را برگرداند. زال برگشت به زابل. روزها گذشت و زال روزی دلتنگ شد. پس رو به سوی کابل نهاد و آنگاه ساز و برگ سفر را آماده کرده و راهی سرزمین کابل شد. فرمان روای سرزمین کابل مهراب بود که مهراب نسبتش به ضحاک می رسید و وی از سام می ترسید و او باجگذار منوچهر بود. او وقتی که فهمید زال به کابل می آید و اکنون هم در خیمه‌ای در نزدیکی کابل به استراحت مشغول است، با گنج و اسب‌های آراسته و غلامان بیشمار و با زر و دینار و مشک و عبیر و دیبای زربفت و حریر راهی خیمگاه زال شد. مهراب وقتی به خیمه زال رسید، زال از ورود او استقبال گرمی کرد و با آغوشی باز او را پذیرفت و سپاسگزاری و تشکر فراوانی از مهراب کرد. مهراب رو به زال کرد و گفت ای دلاور، من آرزویی دارم که تنها این آرزو به دست تو برآورده می شود. آرزویت را بگو.
آرزوی من این است که تو در خانه من بیایی و با قدمت خانه مرا روشن گردانی. ای مهراب، خانه تو جای من نیست، زیرا تو همدست پدرم و شاه نیستی و اگر من به خانه تو بیایم آنان از کار من بسیار ناراحت می شوند و الا من به آمدن خانه تو بسیار شاد و خوشحال می شدم. مهراب چون سخنان زال را شنید به ظاهر زال را تشویق کرد و آفرین گفت، اما در دلش زال را ناپاک دین خواند. پس مهراب از زال خداحافظی کرد و به کابل بازگشت. ملاقات زال و رودابه. وقتی مهراب به کابل رسید از شبستان کاخش گذر کرد. در همان لحظه همسرش سیندخت و دخترش رودابه را دید که در شبستان قدم می زدند. پس در همین لحظه سیندخت به نزد مهراب شتافت و به مهراب گفت: بگو ببینم امروز که به نزد زال رفتی چگونه رفتی و چگونه آمدی؟ از زال بگو، آیا او طبع و سرشت مردی و انسانیت دارد؟ او از سیمرغ چه میگوید؟ چهره او چگونه است؟ ای سرو سیمین، کسی را تا کنون مانند او ندیدی. او دلی چون شیر نر دارد و زور و قوتی چون پیل دارد. او بسیار جوان و اگرچه موی بدنش سپید است اما زیبنده و برازنده اوست. رودابه دختر مهراب وقتی سخنان را شنید دلش در مهر زال گره خورد و از خواب و خوراکش کاسته شد و آرام و قرار نداشت و این راز را به نزدیکان خود نیز گفت. نزدیکان وقتی که چون این چیزی شنیدند به رودابه گفتند: ای افسر بانوان جهان که برتر از همه دختران جهان هستی، تو از زیبایی حتی زیباتر از سرو هستی. آنگاه چطور می‌خواهی شوی انتخاب کنی که در نزد سیمرغ پرورش یافته و بزرگ شده؟ تو با صورتی سرخ فام و موی سیاه می‌خواهی با سپید مویی که نشان پیری دارد پیمان ببندی؟ رودابه چون سخنان آنان را شنید بسیار خشمگین شد و بر آنان پرخاش کرد و گفت: من نه تاجداران ایران را می‌خواهم، نه قیصر روم را و نه مغفور چین را، نه خورشید می‌خواهم نه ماه را. اگر شما او را چه پیر بخوانید و چه جوان، من دل در مهر او بستم و جز از او نام کسی بر زبان نیاورید. مدتی گذشت تا اینکه یک روز زال پهلوان عزم شکار کرد. پس از گردش در دشت و صحرا مشغول شکار شد و چند پرنده را شکار کرد که یکی از پرندگان دورتر از جایی که وی بود افتاد. پس زال و همراهانش برای پیدا کردن پرنده به میان سبزه ها رفتند. وقتی به نزد پرنده شکاری رسیدند دخترانی را دیدند که مشغول چیدن گلها بودند و آن دختران با دیدن این سواران بسیار ترسیده بودند و همه حلقه زدند در اطراف یک دختر زیبا که وی هم ترسیده بود. زال و سواران همگی به نزد آنان رفتند و زال از اسب پیاده شد و تعظیم کرد و از روی ادب به آنان احترام گذاشت و گفت: امیدوارم از جسارتی که به شما کردم و آزرده تان کردم مرا ببخشید. رودابه گفت: آیا شما زال پهلوان نیستید که شهرت و آوازه تان در سراسر دنیا پیچیده است؟ آری، من زال هستم. اما بگو ببینم شما چه کسی هستی؟ نامت را بگو. من رودابه دختر مهراب کابلی هستم. زال وقتی سخنان رودابه را شنید بسیار متعجب شد و شور و شعفی فراوان در دلش پدید آمد. پس رو کرد به رودابه: به راستی چه افتخاری نصیب من شده است که به دیدار شما نائل گشتم و از این آشنایی بسیار خوشحال هستم. برای من هم خوشبختی از این بالاتر که با پهلوان بی همتایی چون شما آشنا گشتم. زال بعد از سخن گفتن با رودابه دهانه اسبش را گرفت و از رودابه با تعظیم و احترام خداحافظی کرد. زال وقتی که از نزد رودابه رفت دیگر آرام و قرار نداشت. شب و روز به فکر رودابه بود تا اینکه روزی تصمیم گرفت به نزد رودابه برود و درباره ازدواجشان با یکدیگر صحبت کنند. این بود که یک روز صبح وقتی که خورشید تابند از افق سر زد راهی کابل شد. وقتی به کابل رسید وارد کاخ رودابه شد.
رودابه که از دور زال را دید ندا داد: خوش آمدی ای جوان مرد. درود خدا بر تو باد و درود بر آن کسی که تو را به دنیا آورد. جهان از بویت دل افروز شده. زال وقتی که چنین سخنانی را از زبان رودابه شنید، در جواب رودابه گفت: اکنون بسیار شاد و خرسند شدم از این سخنان تو، سخنان چرب گفتار و رسا و دلنشین تو. زال وقتی به نزد رودابه رسید، به رودابه گفت: ای ماه روی، ای سرو سیمین، اگر منوچهر داستان من و تو را بشنود ناراحت می شود و از کار ما بسیار خشمگین می شود و همچنین سام از کار من خونش به جوش می آید. ای کاش می شد که تو همسر من شوی بدون اینکه مانعی باشد. من هم تو را پذیرفتم و زبان من گواه است که بر من کسی نمی تواند سلطنت کند جز زال پهلوان که با تخت و تاج و فر و شکوه است. پس زال بعد از مدتی گفتگو با رودابه از او جدا شد و به درود گفت و راهی زابلستان شد. نظرخواهی زال از موبدان. چون خورشید تابان از افق سر زد، زال از خواب برخاست. پس پیکی را به دنبال موبد دانا فرستاد. موبدان وقتی که پیغام زال را شنیدند، به اتفاق آن موبد دانا راهی کاخ زال شدند. وقتی به نزد زال رسیدند، با عرض احترام و کرنش در برابر زال نشستند. آنگاه زال هم ضمن خوش آمدگویی به آنان رو کرد و گفت: درود فراوان بر جهاندار پاک و منزه که دلها همه پر از ترس از او و امیدها همه به سوی اوست. او خدایی است که گرداننده خورشید و ماه، که جهان آفرینش خرم است از وجودش و بهار و خزان در دست اوست و همه را او آفرید و در داوری جز او کسی نیست. او کسی است که بی انباز و بی همتاست. خدایی که مرا پسر سام هستم را به وجود آورد و به او تاج و تخت داد. اکنون این داستان من است که هوش و عقل و دل از من رمیدند و بیقرار شده ام و شب و روز خواب و خوراک ندارم و نمیتوانم این راز را بیشتر از این در سینه نگه بدارم. من دلباخته دختر مهراب کابلی شدم، اما میدانم که منوچهر شاه این کار را جایز نمیداند و نکوهش میکند، زیرا مهراب نوه ضحاک است. اکنون از شما چاره و درمان کار را میخواهم. شما باید مرا راهنمایی و کمک کنید و در کار من گشایش کنید. موبدان همه سکوت کرده بودند و می دانستند که این کار صورت خوبی در نزد منوچهر شاه و سام پدر زال ندارد. زال وقتی سکوت آنان را دید، رو کرد به موبدان و گفت: چه میگویید؟ چه نظری دارید؟ موبدان گفتند: ای دلاور، ما نمیتوانیم در کار تو تصمیمی بگیریم، ولی تو را راهنمایی میکنیم به اینکه یک نامه برای پدرت سام بنویسی و خواسته و خواهشت را با او در میان بگذاری و ببینی که چه میگوید. زال از این تدبیر موبدان بسیار خوشحال شد و تصمیم گرفت نامه‌ای برای سام بنویسد و او را از خواسته‌اش آگاه کند و بلکه بتواند او را راضی کند و به خصوص در نامش این موضوع را یادآوری کند که سام به زال قول داده که هرچه بخواهد او به خواسته‌اش عمل کند. آنگاه زال پیکی را صدا کرد و نامه را به او داد و سفارش کرد که نامه را به نزد سام ببرد. پیک نامه را گرفته و مانند باد خود را به سام رسانید. نامه فرستادن زال برای پدرش. وقتی پیک روانه گرگساران شد و به نزدیکی آن مکان رسید، اطرافش را پر از سواران سام دید و گرگساران را محلی دید که پر از کوهسار و پر از پلنگ و حیوانات درنده و شکاری و محلی بسیار باصفا بود. سواران سام وقتی پیک را دیدند ندا سر دادند که پیکی از طرف زابل می آید. در همین حال سام از خیمه‌اش بیرون آمد و منتظر رسیدن پیک به خیمه‌اش شد.
پیک در حالی که نزدیک و نزدیکتر میشد و بسیار خسته و ناتوان شده بود تا نزدیک سام رسید، از اسب پیاده شد و سر تعظیم فرود آورد و بوسه بر خاک زد. سپس نامه را به سام داد و موضوع را به سام گفت. آنگاه سام به خیمه‌اش برگشت و نامه زال را گشود. تمام سخنهای زال را یک به یک خواند. وقتی که از متن نامه مطلع شد که زال چگونه به دختر مهراب کابلی دل بسته است، بسیار ناراحت و افسرده شد و در فکر فرو رفت. مورد پسندش واقع نشد آنچه را زال گفته بود و پیش خود گفت: اگر به زال بگویم که رأی تو درست نیست، پیمان شکنی کردم و وفای به عهد نکردم. اگر هم قبول کنم و رأی و اندیشه‌اش را تأیید کنم و بگویم که هر کاری که میخواهی انجام بده، آنگاه از نژاد رودابه و زال مرغ پرور چه نژادی پدید می آید؟ سام از اندیشه ها که در سرش می گذشت بیشتر دل نگران می شد و نه آرام داشت و نه قرار، و شب که فرا رسید سام باز در اندیشه این موضوع بود. بدین جهت خواب به چشمش راهی نیافت و تمام شب را به بیداری گذراند. صبح روز بعد موبدان را جمع کرد و از آنان فرجام کار را خواست و گفت: زال تصمیم گرفته که رودابه را همسر خیش سازد. از شما میخواهم که در ستاره ها نگاه کنید و طالع و بخت و اقبال این کار را به من بگویید که چه باید بکنم. موبدان وقتی که رایزنی و اندیشه کردند و با یکدیگر مشورت کردند، رو کردند به سام و گفتند: بر تو مژده ای پهلوان که از ازدواج این دو هنرمند پیلتنی قوی و نیرومند که در دنیا نمونه‌اش نیست و نخواهد بود زاده می شود، که ایران را از شر دشمنان محفوظ می دارد و ارمغانی بزرگ برای ایران خواهد آورد و امید همه ایرانیان به او باشد. این پهلوان نام تو را در جهان زنده می کند و چون پیلان جنگی و شیر درنده نام او را بشنوند از ترس جان می دهند و این ازدواج بسیار میمون و مبارک است. سام وقتی این سخنان را شنید خنده ای کرد و بسیار خوشحال شد و قبول کرد سخنان موبدان را. آنگاه زر و خلعت فراوانی به آنان بخشید و فرستاده زال را فرا خواند و به او گفت: برو به زال بگو من از ازدواج شما ناراحت نیستم و هر چه خواهی کن، من موافق شما هستم. من هیچگاه پیمان شکنی نمی کنم و بر عهد و پیمانم هستم. آنگاه فرستاده را درهمی داد و گفت: به نزد زال برو و با هیچ کس سخن نگو جز به زال. فرستاده نیز سوار بر اسبش شد و به طرف زابل حرکت کرد. وقتی که به نزد زال رسید سخنانی که سام گفته بود برایش گفت. زال وقتی که سخنان را شنید بسیار خوشحال شد و درود فراوان بر آفریدگار جهان کرد که روزگار را بر وقف مرادش پیش میبرد. آنگاه به فقیران درم و دینار فراوان بخشید و بسیار سام را درود گفت و بسیار خوشنود شد. از آن به بعد زال نه خواب داشت و نه خوراک و همه فکر و ذکرش رودابه بود. آگاه شدن سیندخت و مهراب از خواسته زال. از طرفی دیگر رودابه هر روز ضعیف و ضعیفتر می شد و رنگ از رخسارش رخ بربسته بود و گوشه‌گیری می کرد، تا اینکه مادرش سیندخت که بسیار باهوش و بازکاوت بود متوجه تغییر رفتار رودابه شد و به نزد رودابه رفت و گفت: ای گرانمایه ما، چرا در گوشه‌ای نشستی و پریشان و مضطرب هستی؟ رودابه که مهر سکوت بر لب زده بود و نمیخواست به مادرش چیزی بگوید، اما از پافشاری و ابرام مادرش شرمنده شد. پس در حالی که اشک از دیدگانش فرو میریخت رو به مادرش کرد و گفت: ای پرخرد، من از مهر زال دستان این گونه آتش در دلم افتاده است و جهان بر من تنگ شده و من و او یک بار هم دیگر را ملاقات کردیم و در میان من و او آتش عشق شعله ور شده و اکنون قرار است که پدرش سام را برای خواستگاری به نزد پدرم بفرستد و پدرش سام از این کار بسیار خوشحال و مشعوف است. سیندخت از خواسته رودابه و زال در دلش راضی و خوشنود بود و مورد پسندش واقع شد، اما بیم و هراس داشت. پس به رودابه گفت: این از روی خرد و عقل نیست
و شاه بسیار خشمگین خواهد شد و اصل و نسب ما را از روی زمین بر می دارد. بیا و از این اندیشه دست بردار. اما رودابه به زیر بار حرف مادر نرفت و مادر چون این چیزی دید اندوهگین و پژمرده به سوی کاخش رفت. از طرفی دیگر مهراب به کاخ سیندخت آمد و او را در حالی که خوابیده بود و رنگش پریده بود و دل آشفته و حیران بود دید و از او پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟ چرا افسرده و پژمرده هستی؟ سیندخت برای گفتن این ماجرا ابتدا برای مهراب مثالها و داستانها زد تا مقدمی برای گفتن اسرارش باشد. آنگاه رو کرد به مهراب و گفت: بدان که رودابه دخترمان شیفته و دلباخته پسر سام زال شده و من هرچه او را نصیحت می کنم سودی ندارد. دلش سرکش و پر از غم و اندوه شده و لبش خشک و بیرنگ شده و قرار است که سام برای خواستگاری به کابل بیاید. مهراب بعد از شنیدن این سخنان خشم و غضب سراسر وجودش را فرا گرفت. از جایش بلند شد در حالی که تنش می‌لرزید و صورتش کبود و جگرش پر از خون شده بود. دست بر شمشیرش برد و گفت: از خون رودابه رودی را به راه می‌اندازم و از روی زمین محو و نابودش می‌کنم. در همین حال سیندخت به پایش افتاد و التماس و زاری کرد و خواست که مانع کار مهراب شود و خشم او را فروکش کند. پس در حالی که به پای مهراب چسبیده بود گفت: سخن مرا بشنو و لحظه‌ای درنگ کن. بعد هر چه خواهی انجام بده و لااقل فرصتی بده تا خرد و عقل تو را راهنمایی کند. مهراب دست سیندخت را کنار زد و مقداری آرام شد و به سیندخت گفت: برخیز و برو و رودابه را نزد من بیاور. سیندخت می ترسید از اینکه رودابه را به نزد مهراب بیاورد. این بود که از مهراب عهد و پیمان گرفت که به رودابه آزاری نرساند و سالم و تندرست او را به دست سیندخت بسپارد. پس مهراب قول داد که هیچ گونه آزاری به رودابه نرساند. در همین موقع سیندخت به نزد رودابه رفت و گفت: مژده بده که خشم پدرت را نسبت به تو فروکش کردم. اکنون برخیز و به نزد پدرت بیا و با گریه و زاری و التماس از او عذرخواهی کن و بگو که پشیمان هستی. پس رودابه سکوت کرد و چیزی نگفت و به همراه مادر راهی کاخ پدر شد. وقتی به کاخ پدر رسیدند، پدر در حالی که ناراحت بود شروع کرد به سرزنش رودابه که این اندیشه را از سرش بیرون کند. اما رودابه به جای اینکه سخنی نگوید در مقابل پدر با وقاحت تمام لب به سخن گشود و از اندیشه‌اش دفاع کرد. مهراب بسیار متعجب شد از اینکه رودابه چنان گستاخانه در مقابلش به سخن ایستاده است و بسیار بیباک سخن می گفت. مهراب که دید سودی ندارد دلش پر از درد شد و خشم گرفت به سان پلنگ درنده و آنگاه مجبور شد که از کاخ بیرون بیاید و رودابه را به حال خودش بگذارد. وقتی که خبر به منوچهر رسید که قرار است رودابه و زال پیوند ازدواج ببندند، دلش پر از درد و اندوه شد. آنگاه موبدان را دعوت کرد و گفت: خبر رسیدی که زال و رودابه میخواهند پیوند ازدواج ببندند. میدانید اگر این دو پیمان ازدواج ببندند چه اتفاقی رو خواهد داد؟ روزگار بر ما تیره و تار میگردد و مهراب که از نژاد ضحاک است بر ما شورش می کند و تمامی ما را نیست و نابود می گرداند و ایران را پر از آشوب و دغدغه می سازد. پس ما باید از پیوند این دو جلوگیری کنیم. اکنون شما موبدان دانا چه می گویید و چه رأی و اندیشه‌ای دارید؟ موبدان در جواب منوچهر گفتند: ای شاه بزرگ، تو از ما داناتر و در کارهایت تواناتری. هر کاری که انجام بدهی در خور عقل و خرد است و ما همگی آن کار را تایید میکنیم. شاه چون این سخنان را از موبدان شنید بسیار مشعوف شد و راهی به نظرش رسید. دستور داد تا پسرش نوذر به نزدش بیاید. وقتی که نوذر به نزد پدر آمد، منوچهر شاه رو کرد به نوذر و گفت: برو نزد سام در گرگساران و بگو وقتی که از کار فارغ شدی زود به نزد ما بیا. در همان لحظه نوذر از جایش برخاست و با عده‌ای از بزرگان راهی گرگساران شد. وقتی که نزدیک گرگساران رسیدند،
سام پهلوان از ورود او آگاه شده و به استقبال وی و همراهانش آمد. همراهیان سام نیز به پیشواز و استقبال آنان آمدند و همچنین با آمدن آنان صدای طبل و نای برخاست. وقتی که به نزدیک یکدیگر رسیدند، با احوال پرسی از یکدیگر از احوال همدیگر آگاه شدند و آنگاه در مرغزاری نشستند و مشغول گفتگو شدند و سخنها گفتند. آنگاه نوذر پیغام پدرش را برای سام پهلوان بازگو کرد و به او گفت که به نزد منوچهر برود و مهمان او باشد. سام بعد از شنیدن پیغام دستور داد که برای مهمانان سفره‌ها آوردند و جام‌ها را پر از شراب کردند و خلاصه آن شب را به شادی و جشن گذراندند. صبح روز بعد که از خواب برخاستند، با زدن نای و کرنای خود را آماده رفتن به بارگاه منوچهر کردند. در طرفی دیگر منوچهر وقتی که فهمید سام قصد آمدن دارد، ایوان شاهی را آراسته و مزین کرد و به افتخار ورود سام مجلس ضیافتی ترتیب داد. سام از طرف گرگساران راهی دربار منوچهر شد. با سپاهی انبوه و اسبان تازی و فیلان و گنج‌های فراوان رفت تا رسید به دربار منوچهر. منوچهر وقتی که سام را دید از جایش بلند شد و سام نیز از اسبش پیاده شد و عرض ادب کرد و زمین را بوسید. آنگاه سام با استقبال گرمی از منوچهر روبرو شد و در کنارش نشست. منوچهر آنچنان که شایسته و سزاوار سام بود او را یاد کرد و از او تعریف فراوان کرد و بعد از مدتی مشغول خوردن و آشامیدن شدند تا اینکه شب شد و آنگاه سام را به سراپرده‌ای که برایش آماده ساخته بودند بردند تا سام به استراحت بپردازد. خورشید که از افق سر زد، سام از خواب برخاست و به نزد منوچهر رفت و قصد داشت که درباره دختر مهراب و زال سخن بگوید. اما منوچهر شاه پیش دستی کرد و سخن را آغاز کرد و گفت: ای پهلوان بی همتا، امروز را به استراحت مشغول باش و فردا به کابل برو و تخم و نژاد ضحاک را از بین ببر و کابل را به آتش بکش و مهراب و خیشانش را نیز نابود کن. سام از این سخنان بسیار اندوهگین و مضطرب شد، ولی سکوت کرد و هیچ نگفت. آنگاه به منوچهر گفت: چنین کاری را انجام می دهم و کینه و انتقام شما را از آنان خواهم گرفت. سام آنگاه عرض ادب کرد و چاره جز اطاعت و فرمون برداری نداشت و راهی گرگساران شد با دلی که آکنده از غم و اندوه بود. آگاه شدن زال و مهراب از رفتن سام به جنگ مهراب. خبر این که سام به دستور شاه عزم رفتن به سوی کابل را دارد و می‌خواهد که کابل را نابود سازد به گوش زال و مهراب رسید. وقتی خبر به زال رسید بسیار خروشان و خشمگین راهی گرگساران شد. وقتی که به سر و پرده های ایرانیان رسید همه به استقبال وی آمدند، اما زال بسیار افسرده و غمگین بود تا اینکه به سر و پرده پدرش سام رسید و داخل شد. پدرش از ورود زال بسیار خوشحال و شاد شد. زال بعد از اینکه عرض ادب کرد و بوسه بر زمین زد، رو کرد به پدرش و گفت: درود فراوان بر پهلوان دلاور و بی همتا که همیشه دل پهلوان شاد باد و روانش ستایشگر عدل و داد باد. ای پدر، شمشیر تو الماس را برنده است و موقعی که روز جنگ و جدال است زمین گریان است. سراسر دنیا از عدل و داد تو پر است و همه به نیکی از تو یاد می کنند و از دست تو بسیار شاد مانند. اما من که فرزند مرغ پرورده تو هستم از این داد و مهربانی بی نصیب و بی بهرم. من آزارم به کسی نرسیده است و نمی رسد، چون نژادم به تو سام پهلوان برمیگردد. وقتی که من از مادر زاده شدم تو مرا در کوه انداختی تا خوراک دد و دام گردم. من نه طعم محبت مادری را چشیدم و نه مزه شیر مادر را، و اکنون تو میخواهی به جنگ یار مهربان من بروی و عهد و پیمانت را زیر پا بگذاری. مگر تو قول ندادی که هرگز مرا آزار و اذیت نکنی؟
اکنون اگر قصد کابل را داری، اول باید با اره تن مرا به دو نیم کنی و از روی جنازه من عبور کنی، آنگاه به کابل بروی. بیای پدر مهربان، دست از اجرای این فرمان بردار و فرمان شاه را نادیده بگیر. مهراب چه گناهی کرده به تو که اکنون قصد جانش کردی؟ آری پسرم، من همیشه به تو بد کردم و پیمان شکنی کردم، همیشه نسبت به تو ستم کردم. اما ای نره شیر، آرام بگیر و تندی نکن تا من چاره کار را پیدا کنم. اکنون نامه‌ای به شاه می نویسم که از این کار پشیمان شود و کینه مهراب و کابل را از سرش بیرون سازد و موضوع تو را نیز به او می گویم تا از رنج دادن تو نیز دست بردارد. اگر بخت و اقبال به کام ما و بر وفق مراد باشد، کارها درست می شود. زال نامه را که پدرش نوشت گرفت و مانند باد از آنجا دور شد و روانه پایتخت گردید. اما بشنویم از مهراب و عکس‌العملش نسبت به لشکرکشی سام به کابل. مهراب بعد از شنیدن این خبر پریشان و سراسیمه گشت و سیندخت همسرش را فراخواند. در حالی که خشم و غضب تمام وجودش را پر کرده بود، رو کرد به سیندخت و گفت: اکنون راهی جز این نداریم که سر رودابه را از تنش جدا سازیم تا منوچهر دست از کابل بردارد. سیندخت چون این سخن را شنید بسیار اندوهگین شد و در پی چاره‌ای افتاد، چون می‌دانست که مهراب بسیار خشمگین است و در این حال محبت و مهر فرزندی را فراموش کرده. پس رو کرد به مهراب و گفت: آرام باش و این سخن را از من گوش بدار و پس از آن هر کاری که خواستی انجام بده. دوباره برای من داستان سرایی نکن، بگو هر چه که میدانی. یکی اینکه کلید در گنج خانه را به من بدهی تا هر چه بخواهم برای سام ببرم، و دوم اینکه تا من باز نگشتم تو آسیبی به رودابه نرسانی. پس مهراب قول داد که به خواسته سیندخت جامه عمل پوشاند و کلید گنجخانه را نیز به سیندخت داد. آنگاه سیندخت لباس زرین بر تن کرد و 300,000 دینار و 10 اسب گرانمایه و 30 اسب تازی و 100 اشتر ماده سرخموی و 100 اشتر بارکش و 200 عدد شمشیر هندی و پیلان قوی را آماده ساخت و خود نیز زره بر تن کرد و کلاه خود بر سر نهاد و سوار بر اسبش شد و راهی گرگساران شد. در طرفی دیگر جاسوسان خبر ورود سیندخت را به سام پهلوان دادند. موقعی که سیندخت نزدیک گرگساران شد و به آنجا رسید، از اسبش پیاده شد و کرنش را تعظیم کرد در برابر سام و بوسه بر زمین زد و هدایا را که همراه آورده بود به صف تقدیم سام کرد. سام بسیار متعجب شده بود و نمیدانست که این زن چه منظوری دارد و برای چه آمده. سام مدتی در فکر فرو رفت. آنگاه وقتی به خود آمد که سیندخت به غلامان دستور میداد که این هدایا را به نام شاه کابلستان بر روی زمین بگذارید، با آنگاه رو کرد به سام و گفت: ای پهلوان دلاور، بزرگان همه از تو دانشورا گرفتند و جهان به دست تو روشن می شود. اکنون بگو ببینم که کابل چه گناهی کرده است که باید مجازات شود. همه مردم کابل فرمانبردار تو هستند. این کار از طرف تو اصلاً پسندیده نیست که بخواهی خون مردم بیگناه را بریزی. بدان که خدای من و تو یکیست. پس بیا و از این کار دست بردار و زندگی ما را تباه و نابود مکن. سام بعد از اینکه سخنان سیندخت را شنید، رو کرد به وی و گفت: هر چه که از تو میپرسم پاسخ بده و بهانه جویی مکن. میخواهم از آن دختری که زال فرزند مرا از خود بی خود کرده و شیفته خیش کرده سخن بگویی و بگویی که آن دختر شیفته عقل و خرد زال شده یا موی سپیدش. ای پهلوان بی همتا، اگر قول بدهی که جان من از گزند و آسیب در امان است، سخن خواهم گفت. من عهد و پیمان میبندم و سوگند میخورم که هیچ آسیبی به تو نرسد. پس سیندخت که چون این چیزی شنید آسوده خاطر شد و گفت: من از خیشان ضحاکم، زن مهراب کابلی هستم و رودابه زیبارو دختر من است و اکنون نزد تو آمدم.
میخواهم بدانم که دلیل این که میخواهی به کابل حمله کنی چیست؟ تو هرچه بگویی ما گردن مینهیم و فرمان تو را به جان دل میخریم. سام که سیندخت را زنی روشن روان و عاقل و با خرد دید بسیار خوشش آمد و در برابر سیندخت پاسخ داد: ای زن عاقل و با ذکاوت، اکنون برخیز و به کابل برو و مژده بده که من فکر جنگ کردن با شما را در سر ندارم و شاداب و تندرست باشید. بدان که من از پیوند زال و رودابه بسیار خرسندم و هیچ گونه مخالفتی ندارم. اگرچه شما از نژاد و گوهر دیگری هستید، اما این ننگ نیست و من هم به فرمان شاه وقعی نمیگذارم و نامه ای نیز برایش نمیفرستم و او را از این اندیشه منع کردم. شاه چه بخواهد و چه نخواهد، من از تصمیم خود پشیمان نمیشوم و این ازدواج حتما انجام خواهد شد و مانعی وجود نخواهد داشت. سیندخت وقتی چنین سخنانی شنید لبش پر از خنده شد و سام عذرخواهی کرد و از آنجا به سوی کابل رفت. در حالی که بسیار خوشحال بود این مژده را به مهراب داد. بازگشت زال به نزد سام. از سوی دیگر زال به اتفاق همراهانش به سوی زابل آمد. شخصی آمدن وی و همراهانش را با صدای بلند اعلام کرد. از این روز سام به استقبال او آمد و هر دو پهلوان بعد از استقبال از یکدیگر وارد سراپرده سام شدند و شروع کردند به صحبت کردن با یکدیگر. ابتدا سام از ورود سیندخت مادر رودابه سخن گفت و به زال گفت: سیندخت از کابل به اینجا آمده بود و پیغامی از طرف مهراب آورده بود. به اتفاق هدایایی گرانبها و از من خواست که هرگز به آنان بدگمان نباشم و به شهر آنان لشکرکشی نکنم. زال در چهره‌اش لبخند شادی موج میزد و بسیار خوشحال بود و آنگاه پیغام منوچهر را به پدر گفت: پدر عزیز، منوچهر شاه از گفتار خود بسیار پشیمان شده و هیچ گونه مخالفتی با ازدواج من و رودابه ندارد. سام که چنین شنید بسیار خوشحال شد و باز نظر زال را پرسید و زال در جواب او گفت که سام به کابلستان برود و رودابه را رسما از پدرش خواستگاری کند. پس صدای زنگ بلند شد و سراپرده را کنار زدند و فرستاده ای را به نزد مهراب فرستادند تا خبر ورود سام را بدهد. پس پیک زود خود را به نزد مهراب رسانید و خبر را داد. مهراب هم از شدت خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. دستور داد که کاخها را آذین بندی کنند و طبل و نای زدند و لشکریان را نیز آراسته سازند. از طرفی دیگر سام به اتفاق سپاهیانش به شهر کابل رسیدند، در حالی که همه شاد و خندان بودند و مهراب به استقبال آنان آمد و سام را به کاخ خیش برد و در آنجا سخنها گفتند. مجلس جشنی برقرار شده بود، در حالی که نوازندگان می نواختند و همه غرق در شادی بودند. همه پیوند این دو جوان را شادباش می گفتند. بعد از 3 هفته شادی و پایکوبی عروسی به پایان رسید، در حالی که سیندخت و مهراب هم بسیار خوشحال بودند. بعد از پایان جشن در کابل راهی شهر زابل شدند و در آنجا نیز بعد از 1 هفته جشن و پایکوبی مهراب به کابل رفت، ولی سیندخت در نزد رودابه ماند، چون تاب و تحمل دوری رودابه را نداشت و سام نیز به گرگساران رفت، چون در آنجا هنوز دشمنان وجود داشتند و سبب ناامنی مرز کشور می شدند. به دنیا آمدن رستم. بعد از مدتی که گذشت رودابه باردار شد و شکمش بسیار فربه و بزرگ گردید تا جایی که رنگ رخسارش به زردی گرایید و سیندخت که از این موضوع بسیار رنج می برد به رودابه گفت: ای جان مادر، چه شده که چنین زرد گشتی ای؟ ای مادر عزیزم، به فریادم برس که شب و روز خواب ندارم و بسیار افسرده شدم. گویی که به ظاهر زنده هستم، احساس می کنم بسیار سنگین هستم و گویی که در دلم آهنی گذاشتند. می ترسم که در وقت زادن از دنیا بروم و نتوانم فرزندم را ببینم. سیندخت از شنیدن این سخنان دیگر آرام و قرار نداشت و از اینکه رودابه چنین زرد رنگ شده بود قصه می‌خورد.
تا اینکه روزی رودابه از شدت درد بر خود پیچید و بر زمین افتاد و از هوش رفت. خبر به سیندخت رسید و از ناراحتی سیندخت مویش را کند و دستور داد به زال نیز این خبر را بدهند. زال خود را به بالین رودابه رسانید. بسیار اندوهگین و خونجگر شده بود. پس در همین حال زال فکری به خاطرش رسید. پس سیندخت را دلداری داد و به یاد سیمرغ افتاد. آنگاه مجمری آورد و پر سیمرغ را در آن آتش سوزاند. در همین حال پرنده‌ای در هوا آشکار شد. این پرنده سیمرغی بود که زال را پرورش داده بود. سپس به نزد زال آمد و زال بعد از درود فراوان بر او لب به سخن گشود و از رودابه سخن گفت. سیمرغ در جواب زال گفت: تو صاحب فرزندی میشوی که بسیار نیرومند و قوی خواهد بود که شیر ژیان در مقابلش به خاک میافتد و از آواز او پوست پلنگ جنگی چاک چاک خواهد شد. اکنون به آنچه که من به تو میگویم به دقت گوش فراده. ابتدا با دارویی که به تو میدهم رودابه را بیهوش کن. آنگاه شخصی دانا و بینا بیاور تا به وسیله خنجری تیز پهلوی او را بشکافد و بچه را بیرون بیاورد. بعد گیاهی که نامش را به تو میگویم بر روی زخمش بمال. سیمرغ این را گفت و راهی آسمان شد و زال هم از او قدردانی فراوان کرد. آنگاه همان کاری را که سیمرغ دستور داده بود انجام داد و پسری به دنیا آمد که تاکنون کسی نظیرش را ندیده بود و همه شگفت زده شده بودند. پس چند روزی جشن گرفتند و نواختند و شادی کردند و نام فرزند را رستم نهادند و پیکی را به نزد سام فرستادند تا خبر به دنیا آمدن رستم را بدهد. روزها گذشت تا که رستم بزرگ شد و پهلوانی شد. پهلوانی بسیار قوی که شهرت و آوازش تمام دنیا را پر کرد و کسی نمی توانست رقیب او شود و او توانست پشت و پناه مردم ایران شود.